بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و گرامی و شنوندگان گرامی رادیو پیام اسلام در هر کجایی که هستید و در این لحظات دارید به صورت مستقیم و زنده تصویر و صدای ما را میبینید و میشنوید، خدمت یکایک شما بزرگواران عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم. امیدوارم که در سایه رحمات بیکران الهی زندگی خود را به پیش ببرید. با برنامه دیگر از سری برنامه‌های لحظه های آسمانی ویژه برنامه رمضان خدمت شما بزرگواران هستیم و امیدواریم که از نعمات بیکران الهی برخوردار بوده باشید. در این برنامه از سری برنامه‌های لحظه های آسمانی با بحث جدید و موضوع جدید خدمت شما هستیم. اگر انسان به ما حول خود بنگرد به مظاهر بیکران فضل الله متعال متوجه می شود. فضل الله متعال در همه اطراف و اکناف مصداق پیدا می کنه و مظاهرش نمایان میشه و متجلی میشه. امروز در رابطه به فضل الله متعال و اینکه این فضل در چه صفات از صفات الله تعالی متجلی میشه و مظاهر و مصادیق فضل الله تبارک و تعالی در زندگی انسان صحبت میکنیم و در این برنامه همراه با جناب مولانا صاحب عبدالقدوس دهقان لحظات از لحظات مبارک این ماه مبارک را خدمت شما سپری میکنیم. جناب مولانا صاحب، در آغاز برنامه از طرف خودم و تک تک بیننده ها و شنونده های عزیز خدمت شما عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم. بنده خدمت جناب عالی، جناب استاد سیخل و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و امیدوار هستم که طاعات و عباداتی را که تا به امروز انجام دادیم الله متعال آن را به بارگاه خودش بپذیرد و از خطاها و معاصی که از ما سر زده الله متعال چشم‌پوشی بکند و همه من و شما را انشاءالله مغفرت بفرماید و در خدمت جناب آمین. تشکر جناب مولانا صاحب بزرگوار. خب بیننده های عزیز و گرامی، این برنامه یا برنامه لحظه های آسمانی همزمان با اینکه از طریق شبکه جهانی وصال حق پخش میشه، وقتی ما یاد از شنونده میکنیم، هدف شنونده های رادیو پیام اسلام، رادیوی اینترنتی یا اولین رادیوی اینترنتی اهل سنت است که این برنامه و برخی از برنامه‌های دیگر شبکه جهانی وصال حق از طریق این امواج این رادیو نیز پخش و نشر میشه. خب جناب مولانا صاحب، برمیگردیم به استودیو و خدمت شما. میخوایم در ابتدای برنامه وقتی در رابطه به فضل الهی صحبت میکنیم این را بپرسیم که فضل الله متعال یا خود کلمه فضل یا واژه فضل
در کدامین صفات از صفات الله تعالی متجلی و متبلور میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. فضل الله متعال معنی بزرگواری الله متعال که بر بندگان دارند در اکثر صفات الله متعال قریب اتفاق صفاتی که دارند، بلکه میتونیم بگوییم که تمام صفات الله متعال گوینده فضل و بزرگواری الله متعال هستند. چه صفاتی که ما از آنها رحمت و شفقت الله متعال را استشمام میکنیم و چه صفاتی که قهر و غضب و جباریت الله متعال از آنها برداشت می شود، آنها هم به نوعی در واقع بیانگر فضل الله متعال هستند. و حتی تمامی رنجها و کدورت هایی که در زندگی ما دچار می شویم، الله متعال اینها را تبدیل به یک فضل می کند. نشانه بزرگواری الله متعال هستند که انشاءالله اگر فرصت شد اینو من توضیح خواهم داد. ابتدا در مورد خود فضل، کلمه فضل یا افضال، این در واقع کلمه‌ای هست شبیه به احسان و معنی کلی و اساسیش و بنیادش همان معنی احسان هست. احسان یا انعام، بخشش کردن، لطف کردن به یک فردی و به یک شخصی، این معنی احسان و فضل و افضال هست. منتها یک تعبیر بسیار دقیقی، تفاوتی که در این زمینه وجود دارد بین تمامی این موارد، حتی در مورد لطف و انعام و احسان، و تفاوتی که اینها دارند با کلمه فضل یا افضال، یک تعبیر بسیار دقیق و حساب شده ای هست. وقتی که ما میگیم فضل که در فارسی به معنی بزرگواری اون رو در واقع معمولا ترجمه میکنیم، یعنی یک چیزی فراتر از احسان هست، یک چیزی فراتر از احسان، فراتر از در واقع انعام و فراتر از حتی لطف کردن به کسی دیگر هست. یک معنی خیلی دقیقی رو در اینجا داره، یعنی یک نوع احسانی که غیر مترقبه باشه و در مقابل کاری نباشه. چه بسا که یک فردی مثلا به شما یک احسانی کرده، نیکوکاری کرده، شما هم در حق اون احسان میکنید. یا از یک انسانی شما امیدوار احسان هستید که فلانی به من یک خدمتی رو انجام میدهد و عملا اون این خدمت رو برای شما انجام بدهد، احسان کرده. اما یک جایی هست که شما اصلا امید ندارید یا فراتر از امید شما به شما در واقع احسان می شود، این دقیقا همون معنی فضل هست که در آیات قرآن کریم هم که احسان به الله متعال به صورت کلی نسبت داده شده که بنابر رأی بسیار از علما محسن یک از نامهای الله متعال هست، عبدالمحسن میتونیم نامگذاری بکنیم، و در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم اومده. و در قرآن کریم بیشتر وقتی که ما نگاه میکنیم کلمه فضل اومده که معنی گسترده تر و دقیق تری رو از معنی در واقع احسان دارد. در مورد صفات الله متعال عرض کردم که تمامی صفات الله متعال در واقع بیانگر فضل الله متعال هستند. تمام صفاتشون بیانگر فضل هستند، منتها یک طیفی از صفات الله متعال بگونه‌ای هستند که بسیار واضح و آشکار است. یعنی فضل و بزرگواری الله متعال را، منت و لطفی را که الله متعال بر بندگان دارند، در این صفات به صورت بسیار ملموس و ظاهر هست که هر کسی میتواند تشخیص بدهد. مانند صفت یا نام الرحمن، الرحیم، السلام و الغفور با تمام مشتقات دیگری که دارد، الغفور، غافر، غفار، تواب، رازق، رزاق، لطیف، حلیم، العظیم و بسیاری دیگر، الشکور، شاکر، الاعلا، المتعال، الحفیظ که نشانه از حفظ داره که الله متعال انسان را حفظ میکند، الکریم، الودود، البر، التواب، العفو و بسیاری دیگر از صفات الله متعال که خود این صفات رو، معنی این صفات رو وقتی که ما در نظر میگیریم، این در واقع خود به خود ما را شیفته پروردگار میکند، ما را دلداده الله متعال میکند، ما را امیدوار رحمت الله متعال میکند. وقتی که ما میدونیم که پروردگار ما رحمان هست، رحیم هست، سلام هست، غفور و غافر و
و غفار هست، واسع المغفره هست، رزاق هست، لطیف هست نسبت به بندگانش، بخشنده و مهربان هست، ذات با عظمتی هست، عظیم هست، حلیم هست، اعلی و متعالی هست. این تمام صفات وقتی که انسان مسلمان مفهوم این صفات رو در واقع در میابد، به این نتیجه میرسد که هیچ انسان مؤمن و متعهدی به هیچ عنوان نباید از رحمت الله متعال و از فضل الله متعال در واقع ناامید بشود و بدین خاطر هست با توجه به این صفات زیاد و گسترده‌ای که الله متعال دارد که تمام اینها نشان از گستردگی فضل و لطف الله متعال دارند، در مقابل این ناامیدی از الله متعال، ناامیدی از فضل الله، ناامیدی از در واقع رحمت و مغفرت و لطف و حلم الله متعال و صفاتی رو که عرض کردم، این در واقع در سطح کفر هست. ناامیدی از الله متعال در واقع هم کفران نعمت هست و هم کفر به الله متعال محسوب میشه. خب جناب مولانا صاحب، وقتی صفات مثل غفور و رحیم و سلام و حفیظ و این صفات ها را ذکر میکنین، واقعا در این صفات یعنی رحمت الله تعالی، فضل الله تعالی، احسان الله تعالی کاملا مشخص و متبلور است. اما شما از صفات دیگر الله تعالی چون جبار و قهار هم یاد کردین، یعنی وقتی انسان حتی مورد عذاب الهی قرار میگیره، مورد امتحان و آزمایش الهی قرار میگیره، در واقع در اینها هم گفتین فضل الله تعالی نهفته است. میشه این رقم توضیح بدین؟ در مورد صفات دیگر الله متعال، یک موردی که مطمئن هستیم ما و الله متعال این صفات را در جاهای متعددی از قرآن کریم و از در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان شده، این است که الله متعال عادل هست، ظلم نمی کند. یعنی الله متعال مثقال یک ذره هم بر کسی در واقع ظلمی رو روا نمی دارند و این ظلم نکردن الله متعال در واقع بیانگر کمال عدل الله متعال هست. و احیانا انسانی رو که الله متعال مجازات می کند در دنیا، خود این مجازات گذشته از این که کفاره گناهان انسان هست، گذشته از این که این کفاره گناهان انسان هست، گذشته از این که در واقع یک نوع مجازاتی هست که به خاطر عملی که خود این انسان در واقع انجام داده، گذشته از این در واقع سختی های دنیا یک نوعی و به یک صورتی در واقع جایگاه انسان رو در روز قیامت بالا میبرند. به طور مثال تمام مصیبت هایی که در واقع بر ما وارد میشن، چه بسا بعضی فکر بکنند که این عذاب الله هست، یعنی تبلور قهر و غضب و جباریت الله متعال هست، اما از جنبه دیگر وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که این لطف الله متعال هست. به طور مثال در روایات اومده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند هر کسی را که من دو چشمش را در اون بگیرم و صبر بکند، عوضته بهم الجنه، من بهشت رو به جاش میدم. خب از نظر ظاهری وقتی که شما نگاه میکنی، انسانی که نابینا هست یعنی این که ناقص هست، معلول هست یا هر عیب و ایراد دیگری که در بدنش هست، اما الله متعال به خاطر این مصیبتی که شاید بعضی فکر بکنند که نشانه خشم الله هست، نشانه قهر الله هست، نشانه جبار بودن الله هست، نشانه این است که الله متعال از فلان بنده انتقام گرفته، اما جنبه دیگرش رو چرا نگاه نمیکنید؟ اگر نگاه بکنیم که به خاطر همین صبری که به خاطر نابینایی یک فردی صبر میکند، الله متعال در مقابل بهشت را به اون میدهد. در روایت اومده هر کسی که یک فرزندی، 3 فرزند یا در 2 فرزند، نهایتش هم 1 فرزند هم از اون از دنیا برود، اون رو در واقع احتساب بکند، یعنی صبر بکند، احتساب بکند، یعنی تا امید ثواب داشته باشد، الله متعال اون در روز قیامت اینو بی پاسخ نخواهد گذاشت و این بچه هایی که در دنیا از دست انسان رفتند و فوت کردند، سبب نجات پدر و مادر در روز آخرت می شود. اضافه بر این حتی در روایتی اومده که در روز قیامت جنینی که سخت شده با همون بند نافش هم پدر و مادرش رو میکشاند و به بهشت میبرد. خب انسانی که در واقع اون جنبه رو نگاه نمی کند، نمی بیند، فکر میکند خب فرزند من از دنیا رفته، پدر مادر فلان عزیز از دنیا رفته، مال من از دنیا رفته یا مصیبت دیگری در دنیا، این مصیبت محض، شر محض. ما چیزی به عنوان شر محض نداریم. درست است که از یک جنبه برای ما شاید شر باشد،
برای ما ناگوار هست، اما از جنبه دیگر در واقع یک نوع رحمت الله متعال هست. یا احیانا الله متعال میخواد یک انسانی رو به یک درجه بالایی برساند، اما این انسان اون عملی رو که شاید و باید ندارد و ایمانش به اون اندازه کامل نیست، عملش به اون اندازه کامل و زیاد نیست، الله متعال این انسان را دچار بیماری میکند و با همین بیماری گناهان انسان در واقع از بین میروند و مقامش در روز قیامت در واقع زیاد میشود. بگونه‌ای که وقتی که به قیامت میرود و الله متعال اون رو به بهشت برین خودش در واقع میرساند، اعمال نیک و ثواب بسیار زیادی رو میبیند. سوال میکند که پروردگارا من که این همه عمل نداشتم، اینا از کجا برای من اومده؟ الله متعال میفهمه این ثواب صبری هست که به خاطر مصیبت، به خاطر درد و رنجی که در دنیا به تو رسیده، اینا جواب اون است. و در اونجا آرزو میکند کاش که من در دنیا حتی یک روز خوش رو هم نمیدیدم. خب این نشان رحمت در واقع الله متعال است. و جالب این است انسانی رو که در دنیا در رنج و عذاب بوده، در سختی و گرفتاری بوده، احساس میکرده شاید در اینجا که من دیگه هیچ نعمتی از الله رو ندارم، لطف الله، فضل الله و رحمت الله شامل حال من شاید نشده در دنیا، وقتی که در روز قیامت میرود و آن همه نعمت الله متعال رو میبیند و وارد بهشت میشود، الله متعال از اون میپرسد که احیانا تو در دنیا رنجی، عذابی، مشقتی، چیزی تحمل کردی؟ میگه والله من در دنیا اصلا مصیبت و غم و رنج من اصلا ندیدم، یادم نیست اون چیزی. همش رو فراموش میکند و این هم نشانه فضل الله متعال است. پس بنابراین تمامی صفات الله متعال، چون صفاتی که از ظاهر ما فضل الله را استشمام میکنیم و معنی فضل را میدن، و هم صفاتی که در ظاهر معنی قهر و انتقام و جباریت را میدن، اونها هم در واقع صفات رحمت هستند و نشانه فضل الله متعال. یعنی در مصیبت ها و در محنت ها به قول عربی مشهور منحه ها، عطیه ها، پاداش ها و جایزه های بزرگ نهفته است که خداوند برای انسان عطا میکنه که در ظاهرش چنانچه شما اشاره کردین شر است، اما در پشت این شر خیر کثیر نهفته است. جناب مولانا صاحب اگر باز هم میشه در برخی از آیات قرآن کریم که دال بر فضل الهی باشه اشاره کنین، باز هم ممنون میشیم. و چیزی که در این مورد واقعا جای تأمل داره این نیست که الله متعال صاحب فضله. در آیات قرآن کریم در موارد بسیار زیادی هست که الله متعال هر جایی که فضل خودش رو بیان کرده به فضل عظیم این رو الله متعال این مقید کرده. نه تنها که الله متعال بر شما فضل دارد، صاحب فضل هست، بزرگواری هست، انعام و احسان و اضافه بر آن فضلی رو دارد، الله متعال ذوالفضل العظیم هست. یعنی در هر جایی که الله متعال ذکر کرده این هست. به طور مثال در سوره آل عمران الله متعال می‌فرماید که یختص برحمته من یشاء، الله متعال رحمت خودش را به هر کسی که بخواهد اختصاص میدهد. والله ذوالفضل العظیم، الله متعال دارای فضل و بزرگواری بسیار زیاد و عظیمی هست. فضل الله متعال بسیار عظیم هست و در سوره های مختلفی این را میبینیم. به طور مثال در سوره انفال هم هست که الله متعال میفرماید یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لكم والله ذو الفضل العظیم. همین تعبیر را آمده که اگر شما تقوا رو پیشه بکنید، از الله متعال بترسید، حق و باطل رو برای شما الله متعال جدا میکند، گناهان شما را، سیئات شما را الله متعال از بین میبرد و میبخشد اونها را. و این هم نشانه فضل الله متعال هست که الله دارای فضل عظیم هست. در سوره حدید باز این تعبیر رو داریم که والله ذو الفضل العظیم، در دو مورد این اومده و همچنین در سوره جمعه اومده، در سوره بقره اومده با همین تعبیر که والله ذو الفضل العظیم. یعنی در موارد بسیار زیادی و در زمینه‌های بسیار زیادی وقتی که الله متعال یعنی منت میگذارد و مظاهر رحمت و فضل خودش را بر بندگان بیان میکند و در آخر همین جمله رو می آورد که والله ذو الفضل العظیم، که الله متعال دارای فضل و در واقع احسان و بزرگواری بسیار زیادی هست. منت و لطف الله متعال بر شما در واقع بسیار زیاد و گسترده هست. جناب مولانا صاحب سبحان الله، وقتی ذکر از فضل میشه
شما به رحمت الله تعالی هم اشاره کردین و با اشاره کردین که یختص برحمته من یشاء. انسان وقت رحمات و فضل و منت های الهی را بر خودش و بر سایر بندگانش یاد میکنه، به یاد شکر میفته، شکر گزاری میکنه. چی میشه که درباره صفت رحمت، صفت بیکران الهی و صفت بزرگ الهی هم صحبت داشته باشه؟ و قطعا یعنی صفت رحمت الله متعال این یکی از مظاهر لطف الله متعال و مظاهر فضل و احسانی هست که نسبت به بندگان دارد. همین سوره آل عمران آیه را که خدمتتون عرض کردم، آیه 74 سوره آل عمران، یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم. الله متعال هر کسی را که بخواهد مشمول رحمت خودش قرار میدهد و این صفت رحمت گسترده ترین صفت الله متعال هست. یعنی 3 مورد از نامه های الله متعال و صفات الله متعال در واقع در تیتر و در اول فهرست صفات الله متعال دارن. لفظ جلاله الله که به معنی معبود بودن الله متعال هست و بعد از آن صفت رحمان و رحیم هست که هر دوتاشون برمیگردن به رحمت، هر دوتاشون به رحمت برمیگردن. و جالب این است که الله متعال این صفت رحمت رو و حتی کاربردهای این صفت رحمت رو به صورتی قرار داده که هیچ انسانی نباید از این غافل بشود و از این ناامید بشود. زیرا انسان مسلمان هر کاری رو که انجام بدهد میگه بسم الله الرحمن الرحیم. در هر حالت و در هر زمان و با هر کاری که شما انجام میدید، حتی وقتی که وضو میگیرید، وقتی که غذا میخورید، هر کار دیگری رو که انجام میدهید، انسان مسلمان میگه بسم الله الرحمن الرحیم. این یادآوری صفت رحمت الله متعال هست و بخشندگی. رحمت یعنی این که الله متعال کسی رو این برگرفته از یعنی یک نوع رقت و شفقت و یک نوع مهر همراه با رأفت هست در واقع. و صفت رحمان و صفت رحیم همچنین صفات دیگری هم گویای رحمت الله متعال در واقع هستند که در ابتدای سوره فاتحه و در جاهای زیادی الله متعال این بیشترین صفتی که در قرآن کریم هم ذکر شده صفت رحمان و رحیم هست. از میان صفات الله متعال بیشترین صفتی که ذکر شده همین لفظ جلاله الله و نام الرحمن و الرحیم هست. و همون گونه که الله متعال در این آیات متعددی میفرماند که والله ذو الفضل العظیم که فضل الله متعال بسیار زیاد هست، در مورد رحمت الله متعال همین تعبیر رو ما در قرآن کریم داریم که الله متعال در سوره اعراف میفرماید که و رحمتی وسعت کل شیء، که رحمت من بسیار گسترده هست که همه چیز رو در بر گرفته. الله متعال در سوره انعام میخونه کتب علی نفسه الرحمه. جالب این است که الله متعال خودش را ملزم به رحمت کرده. کتب علی نفسه یعنی این که الله متعال بر خودش فرض کرده، بر خودش نوشته. این هم جزء یعنی نشانه های فضل الله متعال هست، نشانه بزرگواری الله متعال هست که بدون این که در واقع احیانا ما خواسته باشیم، بدون این که ما در واقع شاید حقی رو داشته باشیم، بدون این که بیشتر و فراتر از اون چیزی که ما خواسته باشیم، الله متعال رحمت رو بر خودش نوشته باشه و اونم وسعتی که و رحمتی وسعت کل شیء. و به جایی که در روایت اومده که فلا یعلم الکافر بكل الذي عند الله من الرحمه لم ییأس من الرحمه. حتی کافری که با کفر مرده، حتی یک سجده برای الله متعال انجام نداده و اصلا مسلمان نیست، در دنیا شاید الله متعال را نمیشناخته، اگر این کافر بداند که الله متعال چه اندازه رحمان و رحیم هست، وسعت و گستردگی رحمت الله متعال با چه اندازه هست، حتی این کافر هم از رحمت الله متعال ناامید نمیشود. چه برسد به اون کسانی که اهل توحید هستند و اهل ایمان هستند، اعمالی رو دارند ولو اینکه گناهانی رو انجام دادن، کوتاهی‌هایی رو دارند، منتها بازم اهل توحید هستند و اعمال خیر زیادی رو دارند. به هیچ عنوان انسان نباید در واقع رحمت الله متعال رو در واقع فراموش بکند. و روایت جالبی که در این زمینه هست در صحیح مسلم اومده که و در کتاب‌های دیگر هم هست که الله متعال رحمت رو به 100 قسمت تقسیم کرده، یک قسمتش رو فقط در دنیا الله متعال تقسیم کرده. جریان همون در واقع کنیزکی که یا اسیری که در یکی از غزوات گرفته شد، این دنبال بچه خودش میگشت و پریشان بود، داد و فریاد میکرد، این طرف اون طرف سراسیمه بود، میرفت و میامد تا اینکه بچه خودش رو پیدا کرد در یک جایی و اینو به بغل گرفت. رسول الله صلی الله علیه و سلم به اصحابش فرمودند که به نظر شما این مادری که 1 ساعت دنبال فرزندش میگرده، الان که پیداش کرده به آغوش کشیده این رو، آیا به نظر شما اینو در آتش جهنم
در آتش میاندازه. گفتم به هیچ عنوان. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که الله متعال نسبت به شما بندگانش از این مادر به این فرزندش مهربانتر هست و 100 رحمت الله متعال رحمتش رو تقسیم کرده، یک رحمتش رو فقط در میان بندگان تقسیم کرده. تمام مظاهر رحمت و لطف و شفقت و مهربانی که در تمام انسانها و حیوانات وجود داره در طول تاریخ، این فقط 1% رحمت الله متعال هست که در واقع الله متعال باقی رو گذاشته برای بندگان خودش. و جالب این است که در روایت صحیح مسلم اومده که هر یکی درجه از رحمت‌های الله متعال که الله متعال دارند، هر درجه به اندازه زمین تا آسمان هست. 100 درجه الله متعال رحمت دارند و تمام رحمت و شفقت و عشق و محبتی که در میان انسان‌ها و تمام موجودات هست فقط 1% از رحمت الله متعال است. یعنی جناب مولانا صاحب اگر انسان مسلمان لحظه فکر کنه که آیا امکان داره که پدر یا مادر این دو موجوده که اینها سبب شدن که انسان به دنیا بیاید، آیا امکان داره که اینها انسان را مورد آزار یا اذیت چه رسه که عذاب بکنن؟ نخیر. اما رحمت الله تعالی بزرگتر و بالاتر از رحمت پدر و مادر نسبت به فرزندش است. اگر اجازه بدیم به اجازه شما و بیننده های عزیز و گرامی یک میان برنامه کوتاه را میبینیم و بعدش برمیگردیم و برنامه ایمان را یا موضوع برنامه ایمان را پی میگیریم. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. انس رضی الله عنه میگوید: شنیدم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از قول باری تعالی میفرماید: ای بنی آدم، هرگاه مرا میخوانی و به من امید داری، تو را بر آنچه بوده یعنی به خاطر اعمالت میامرزم و از تو پروایی ندارم. ای فرزند آدم، اگر گناهان تو به ابرهای آسمان برسد و آنگاه از من طلب آمرزش کنی، تو را میامرزم و گناهان تو را خواهم بخشید. ای انسان، اگر به سوی من آیی در حالی که زمینی پر از گناه و خطا داری ولی به من شرک نیاوردی، من با زمینی پر از مغفرت و بخشایش به سوی تو می آیم. خب بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق و شنوندگان عزیز رادیو پیام اسلام، پس از یک میان برنامه کوتاه دوباره برگشتیم و خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم و صحبت‌های من را در رابطه به فضل الله و الله تبارک و تعالی و مظاهر فضل الله تبارک و تعالی
دنبال میکنیم و پی میگیریم. جناب مولانا صاحب عبدالقدوس دهقان قبل از میان برنامه در رابطه با اینکه فضل الله تعالی در کدام یک از صفات الله تعالی یا در کدامین صفات الله تعالی تجلی یافته صحبت کردن و گفتن که در تمامی صفات الله تعالی فضل الله تعالی تبلور یافته و متجلی شده، از جمله صفات حتی مثل جبار و قهار. یعنی وقت انسان در ظاهر میبینه که مورد ابتلا و آزمایش قرار گرفته و ظاهرش برای انسان این گونه معلوم میشه که شر است، اما در پشت این شر خیر کثیر نهفته است. و همچنین در رابطه با رحمت الله تعالی، در رابطه با صفت رحمت صحبت داشتند و حالا جناب مولانا صاحب میخوایم که در رابطه با مظاهر و مصادیق فضل الله تبارک و تعالی در زندگی انسان هم اشارات بفرمایید. الله متعال از آنجایی که خالق و آفریدگار تمام انسان ها هست، در واقع تمام انسان ها و موجودات مشمول فضل الله متعال هستند. منتها برای انسانهای مؤمن، کسانی که ندای ربانی رو لبیک گفتند، ایمان آوردند به الله متعال و رسول الله صلی الله علیه وسلم و اضافه بر این دستورات الله متعال را انجام میدهند، الله متعال دارای همان فضل عظیم هست که بیشتر از فضلی که بر بقیه انسانها و عموم موجودات و مخلوقات دارند، فضل بیشتری رو الله متعال نسبت به بندگان مؤمن و متحد خودشون دارند. یکی از مظاهر فضل و بزرگواری الله متعال را میتونیم این حساب بکنیم که الله متعال نیکی ها را چند برابر از ما قبول میکند. هر عمل خیری که انسان انجام میدهد این در واقع چند برابر هست. هیچ عمل خیری به صورت کلی از نماز و روزه و زکات و حج که جز فرایض و ارکان هستند گرفته تا بقیه اعمال خیری که انسان انجام میدهد، حتی در روایت اومده حتی این که انسان یک خس و خاشاکی رو، سنگی رو از سر راه مسلمانان بردارد. در روایت اومده که ایمان شعبه های خیلی زیادی رو دارد، مراحل خیلی زیادی رو دارد. ابتداش کلمه لا اله الا الله و آخرش هم همین اندازه که انسان یک خاری رو از راه مسلمانان بردارد، این هم جز ایمان هست. و به خاطر یک مسائل خیلی جزئی، اعمال خیلی جزئی که انسان انجام داده، منتها با ایمان و اعتقاد انجام داده، در واقع انسان میتواند مشمول رحمت الله متعال باشد. و این که الله متعال یک عمل را به جای چندین عمل، به جای 10 عمل و چندین برابر از انسان در واقع قبول می کند، این واقع نشان رحمت الله متعال هست. الله متعال در سوره انعام می فرماند من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. این یک قاعده کلی هست. هر کسی که یک نیکی انجام بدهد 10 برابر به اون میرسد، یعنی ثوابش 10 برابره. هر نیکی این به عنوان یک قاعده اصلی هست. 10 برابر هر نیکی ثابت است، هم از آیات قرآن و هم از احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم. هر کسی که یک نیکی رو انجام بدهد، من جاء بالحسنة فله 10 امثالها، 10 برابرش رو دارد، یعنی گویا که 10 مرتبه این عمل رو انجام داده. و در آیات متعددی الله متعال این مطلب رو بیان کرده، من جاء بالحسنة فله خیر منها. در سوره نمل اومده و همچنین در سوره قصص باز همین تعبیر رو الله متعال داره، من جاء بالحسنة فله خیر منها، که هر کسی که حسنه ای رو، یعنی کار خیری رو، کار خیر یعنی چی؟ یعنی کاری که الله میپسندد، کار خدا پسندانی هست که الله متعال به اون در واقع دستور داده. هر کسی که کار که مورد رضایت الله متعال هست انجام بدهد، که الله متعال دستور داده اون کار رو انجام بدهد، الله متعال در مقابل هر عملی خیری 10 برابر ثواب به انسان مسلمان میدهد. الله متعال در قرآن کریم در سوره بقره در واقع این رو به عنوان مثال، در قالب یک مثال برای ما این رو مشخص کرده و یک عملی رو مانند نفقه رو الله متعال برای ما مثال زده. میفرماند که مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، مثال آن کسانی که اموالشان را در راه الله خرج میکنند. راه الله عموم است، یعنی در هر جایی که الله متعال میپسندد و موجب تقویت دین الله میشود یا باعث در واقع خدمت و رسیدگی و احسان به بندگان الله متعال
متعال می شود، گرچه که بهترین مصداقش در مورد جهاد فی سبیل الله هست و مبارزه و در واقع با دشمنان اسلام. می‌فرماید مثل الذين ينفقون اموالهم فی سبیل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل. یک توصیف بسیار دقیقی. کسانی که در راه الله اموال خودشان را انفاق می‌کنند به خاطر رضای الله متعال، هر کسی که صدقه میدهد، خصوصا این ماه مبارک رمضان که در واقع ماه رحمت هست، ماه صدقه هست، ماه در واقع رسیدگی به فقرا و مساکین است، الله متعال میفرماید که هر کسی که مالش را در راه الله متعال انفاق بکند، مثالش مانند چی است؟ کمثل حبة. الله متعال یک دانه ای رو مثال زده، یعنی هم از نظر محتوایش، هم از نظر هم کیفیت و هم کمیتش در اینجا خیلی مهم هست. مانند کسی که یک حبه ای را صدقه داده باشه، یک دانه گندم را، یک دانه برنج را، هم از نظر کمیتش مانند حبه هست و هم از نظر آثارش مانند یک حبه و یک دانه هست. کمثل حبة انبتت 7 سنابل، مانند یک دانه هست که شما این رو در روی زمین در زیر زمین میکارید و از همین یک دانه 7 سنبله و 7 خوشه برمیاد. یک دانه تبدیل به 7 خوشه بشود و فی کل سنبلة 100 حبه و هر یکی در واقع چکار باشه؟ 100 تا دانه داشته باشه. 7 تا خوشه و هر خوشه 100 تا دانه داشته باشه. یعنی این که عملی رو که شما انجام میدی بیشتر از اون چیزی که من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، اونهایی که مالشان رو در راه الله انفاق میکنن حداقلش 10 برابر هست. چه تجارتی بزرگ. اما باز هم الله متعال میفرماید مانند کسی که یک دانه ای رو در زیر زمین کشت میکند و از این یک دانه 7 خوشه برمیاد و هر خوشه ای 100 تا دانه دارد، یعنی یک مساوی با 700. آیا به اینجا الله متعال اکتفا میکند؟ باز هم از این بیشتر هست. والله یضاعف لمن یشاء. الله متعال ثواب بیشتری از این هم میدهد. این واقعا یعنی وسعت فضل الله متعال است که یکی رو نه اینکه 10 برابر، یکی را در مقابل 700 قبول میکند، 700 برابر قبول میکند. باز هم الله متعال مژده داده و وعده داده که والله یضاعف لمن یشاء و الله متعال برای کسی که بخواهد اضافه میکند. چند برابر؟ بیشتر از 700 برابر. برای چه کسی میخواهد؟ یعنی هر اندازه‌ای که شما در نمازتون، در روزه‌تون، در زکات و حجتون، در صدقاتی که در واقع میدهید، در عمل خیری که انجام میدهید، به هر اندازه‌ای که ایمان شما قوی‌تر باشد، به هر اندازه‌ای که امید و رجای شما به الله متعال بیشتر باشد، به هر اندازه‌ای که در قلب شما یعنی حضور الله متعال باشد، حضور قلب داشته باشید، به همان اندازه ثواب عمل شما در واقع بیشتر هست. یک قاعده کلی در تمام اعمال. و جالب این است که الله متعال بعد از این میفرماد والله واسع علیم. والله واسع علیم. الله متعال در آیتی میگه یکی رو در مقابل 10 قبول میکند به عنوان یک وعده و مژده همیشگی. و کسی که یک حبه ای رو، یک دانه ای رو صدقه بکند مانند این است که 700 تا رو صدقه کرده. الله متعال اینو در واقع بزرگ میکند، چند برابر میکند. اضافه بر این الله متعال هم به هر کسی که بخواهد بیشتر میدهد. باز هم در مرحله بعدی الله متعال میفرماید که والله واسع علیم. الله متعال فضل الله متعال بسیار گسترده هست و دانا هست. الله متعال میداند که من و شما با چه انگیزه این کار رو انجام دادیم. انگیزه رو، ایمان رو، امید به الله متعال را، خوف و رجایی رو که در قلب هست الله از این آگاهه. با توجه به علمی که الله از انگیزه من و شما دارد، والله یضاعف لمن یشاء، به هر کسی که بخواهد در واقع بیشتر در واقع الله متعال عنایت میکنه. در جای دیگری باز هم در سوره بقره الله متعال یک مثال دیگری رو داره. و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم. مثال کسانی که مالشان را در راه الله ابتغاء مرضات الله به خاطر جلب رضایت الله متعال انفاق میکنند. خب در هر زمینه‌ای یک افطاری هم که انسان میدهد به خاطر جلب رضایت الله متعال است. و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم. آن کسانی که اموالشان را به خاطر رضایت الله متعال، جلب رضایت الله متعال و تثبیت ایمانشان، و تثبیتا من انفسهم به معنی تصدیق ایمانشون، یعنی بر مقتضای ایمانشون که عمل میکنند، مثالش مانند چی هست؟ کمثل جنت بربوة اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین. مانند یک باغ پردرختی هست بر روی یک پشته و تپه‌ای
که در یک جای بلندی باشه. اصابها وابل، باران بسیار تندی، رگبار تندی بر این رسیده، یعنی آب کافی در واقع به این رسیده باشد. وقتی که از زمین هم حاصل خیز باشد، در یک مکان مرتفعی هم باشد و آب زیادی هم بر اون که برسد، نتیجه می شود چی می شود؟ فآتت اکلها ضعفین، میوه و محصولات چند برابر می شوند. و اضافه بر این الله متعال میفرماید فإن لم یصبها وابل فطل، اگر باران بزرگی هم که بر این نبارد و رگباری از باران بر اون فرود نیاید، حتی باران خفیفی، یک نوع شبنمی هم در واقع، یک باران در واقع خیلی خفیف و کم هم در واقع سبب می شود که این عمل چیکار بشود، این باغ در واقع به این باغ به بار بنشیند و محصول بدهد. یعنی این که انسان‌هایی که با ایمان و با اعتقاد عمل میکنند، مثالشون رو الله متعال مانند این دوتا مثال رو الله متعال در واقع برای این مورد ذکر کرده. تشکر جناب مولانا صاحب. باز هم اگر اجازه بدین به اجازه شما و بیننده های عزیز و گرامی میریم سراغ یک میان برنامه کوتاه و پس از این میان برنامه انشاءالله باز هم در خدمت شما با ادامه موضوع خواهیم بود. بدون شک ما آن قرآن را در شب قدر نازل کردیم و تو چه می‌دانی که شب قدر چیست؟ شب قدر از 1000 ماه بهتر است. فرشتگان و جبرئیل در آن شب با اجازه پروردگارشان برای هر گونه کاری نازل می شوند. آن شب شب سلامت و رحمت است تا طلوع صبح. خب بینندگان عزیز و گرامی، باز هم با عرض سلام مجدد دوباره خدمت شما هستیم با موضوع امروز ویژه برنامه رمضانی لحظه های آسمانی که مظاهر فضل الهی است و جناب مولانا صاحب عبدالقدوس دهقان قبل از میان برنامه به یکی از مظاهر فضل الله تبارک و تعالی که افزایش و چند برابر کردن عمل که همانا 10 برابر کردن آن است اشاره کردن و اگر خداوند بخواهد چند برابر افزایش میدهد و به آیه که یک کشت یک دانه 7 خوشه نتیجهش 7 خوشه میشه و هر خوشه دارای 100 دانه، یعنی عمل انسان برابر وقتی عمل انجام میده به فضل و مرحمتش الله متعال این عمل او را 700 برابر افزایش میدهد و اگر بخواهد از آن هم بیشتر میکند اشاره کردن و حالا میخواهیم باز هم جناب مولانا صاحب به مظاهر دیگر فضل الله و تبارک و تعالی هم اشاره بفرمایید.
در مورد این که هر نیکی 10 برابر و یا 700 برابر هست، آیات قرآن کریم رو مرور کردیم، شواهدی رو از قرآن کریم خدمت بینندگان عزیز بنده عرض کردم. این همین مطلب رو در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ها میبینیم. به طور مثال حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه در روایتی که صحیح است و در سنن ابن ماجه اومده، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کل عمل ابن آدم یضاعف، تمامی اعمال بنی آدم مضاعف هستند، یعنی ثوابشون چندی برابره. این به عنوان یک قاعده است که قبلا هم اینو عرض کردم، الحسنة بعشر امثالها، نیکی هر نیکی به مقابل 10 برابر هست، الی 700 ضعف الی ما شاء الله. دقیقا همون تعبیری رو که در آیه 261 سوره بقره در واقع بود، همین تعبیر در این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، تمامی اعمال انسان اضافه می شود و هر نیکی در مقابل 10 ثواب، 10 برابر الله متعال قبول می کند، الی 700 ضعف، تا 700 برابر، و در ادامه می کند الی ما شاء الله، تا چیزی که الله متعال در واقع بخواد. والله یضاعف لمن یشاء، که الله متعال به هر کسی بخواهد که بیشتر میدهد. یک موردی رو من از قرآن ذکر کردم در مورد این که الله متعال مثال زده که یک دانه 7 خوشه به بار می آورد و هر خوشه 100 دانه در واقع در آن اضافه می شود و به بار می آورد، که این دلیل بر این است که الله متعال ثواب بسیار زیادی رو بر عمل خیلی کوچکی در واقع می دهد. در این زمین روایتی هست در صحیح بخاری از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که همسو هست با این آیه قرآن کریم. در این روایت رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماند که من تصدق بعدل تمرة من کسب طیب، هر کسی که به وزن یک خرما یا مانند یک خرما از مال حلالش در راه الله متعال صدقه بکند. یک خرما چقدر وزن داره؟ هر کسی که به برابری یک خرمایی در راه الله متعال از مال حلال خودش در واقع این رو صدقه بکند و به فقرا و مساکین بدهد، که ولا یقبل الله الا الطیب، که الله متعال به جز طیب و پاک چیزی رو در واقع قبول نمی کند. الان ما به گمان خودمون الله متعال این یک خرما رو چند برابر از ما قبول بکنند، ما خوشنود و راضی هستیم. فرضاً اگر 2 برابر بکنه انسان خوش میشه، 2 برابر 100 برابر. خب ببینیم توضیحی رو که در این زمینه رسول الله صلی الله علیه و سلم داد. اینها تمام در واقع مژده هست و یک نوع بشارتی هست که الله متعال در واقع این رو به من و شما داده. در این روایت اومده که و ان الله یتقبلها بیمینه، الله متعال این صدقه رو، این خرمایی رو که شما دادید که مثالش در حدیث اومده، این رو با دست راستش قبول میکند. در روایت اومده و کلتا یده یمین، هر 2 تا دست الله متعال در واقع با برکت هستند، یمین هستند، و این نشانه این هست، این خودش یک نوع یعنی اکرام و احترامه. حتی اگر می خودکار شما به من بدهید، من دست راست بگیرم، یک نوع احترامه. اگر با دست چپ بگیرم، شما در ذهن خودتون شاید مثلا یک مقدار احساس یعنی بی احترامی بکنید و در یعنی از نظر ظاهری هم این گونه هست. الله متعال این یک دانه خرما را که شاید ارزشی رو هم نداشته باشه، اینو با احترام از شما قبول میکند، نه با منت. الله متعال اینو با احترام از شما قبول میکند. و جالب این است که ثم یربیها لصاحبه کما یربی احدکم فلوه، الله متعال همین یک دانه خرما را در واقع پرورش میدهد، بزرگش میکند، همان گونه که شما به طور مثال بچه شتر خودتان را تربیت میکنید و پرورش میدید. یعنی برای یک بزغاله‌ای که دارید، برای یک شتری که دارید که بچه به دنیا آورده، چگونه اینو مراقبت میکنید، آب و علف در واقع میدید که بدون مرور زمان این در واقع بزرگ میشود. یعنی وقتی که یک بزغاله‌ای تازه به دنیا آمده یا بچه شتری که تازه در واقع به دنیا آمده، خب بعد از چند سال که نگاه بکنید در اون حالت نیست، خیلی بزرگتر شده. این توصیف میکند رسول الله صلی الله علیه و سلم که الله متعال همین یک دانه خرما را، صدقه بسیار کم و ریزی را که شما در واقع اینو صدقه دادید، الله متعال اینو مانند این که شما حیوانات خودتون و حتی بچه خودتون رو تربیت میکنید و بهشون میرسید تا اینکه بزرگ بشن، الله متعال به این صدقه به همین اندازه رسیدگی میکند، حتی تکون مثل الجبل، تا اینکه به اندازه یک کوه میشود.
یک خرمایی رو وقتی که الله متعال شما با اینو با نیت خالص دادید، به خاطر ابتغاء مرضات الله، به خاطر رضایت الله متعال دادید، با ایمان و عقیده این رو دادید، الله متعال این یک دانه خرما را برای شما پرورش میدهد، بزرگش میکند تا اینکه یک دانه خرما به اندازه یک کوه میشود. در بعضی روایات اومده به اندازه کوه احد مثلا میشود. خب این واقعا نشان فضل الله متعال است که فضل الله متعال در واقع بسیار عظیم و بسیار بزرگ هست، بیشتر از اون چیزی که ما در واقع در نظر داریم. جناب استاد شما در اینجا یک نقطه مهم را فکر کنم اشاره کردین که در حدیث آمده که مقید شده این انفاقی که از راه حلال به دست آمده باشه. یعنی وقتی انسان صدقه میده، وقتی انسان در راه خدا انفاق میکنه، باید از راه مشروع آن مال را به دست آورده باشه. اگر در رابطه هم این یکی از موارد و خصوصیت هایی هست که عرض کردم که ان الله طیب لا یقبل الا طیبه و لا یقبل الله الا الطیب، که الله متعال به جز طیب و پاکیزه رو الله متعال قبول نمی کند. مالی که حرام باشد، یعنی بخلاف دستور الله متعال در واقع کسب شده باشد، یا مال غصبی باشد، مال انسان دیگری باشد، این مال شما نیست. ولی اینکه شما اینو در واقع در راه انفاق بکنید، مال شما در واقع نیست. و اون کسی که مالی رو که از راه حرام بوده، اینو به هیچ عنوان نمیتونه که با اون یعنی طیب خاطر و با اون ایمان و با اون اعتقاد و با اون باور و با امید ثواب در واقع در راه الله متعال صدقه بکنه. خودش میدونه که مالش حرامه، این دلهره رو داره که من الان اینو بدم، الله قبول میکنه، قبول نمیکنه، شاید الله ناراض بشه، من که میدونم این مال من از کجا کسب کردم. تمام این موارد تأثیر دارن در یعنی قبول کردن یعنی این و همچنین در ثواب این صدقه. و این به عنوان یک اصل و یک قاعده است که الله متعال مال حرام را، مالی رو که مال دیگران هست، قصد شده هست، از طریق نامشروع در واقع به دست اومده، الله متعال چنین صدقه رو در واقع قبول نمیکنه. اما باز هم جناب مناسب فقط اینو میخواستم بپرسم که باز هم برخی هم که از راه غیر مشروع این مال به دست میارن استدلال میکنن که خب ما گمان نیکی بر الله تعالی داریم، شما چرا گمان بد میکنید؟ ما از هر راهی که آورده باشیم بالاخره حال انفاق میکنیم و صدقه میدیم در راه الله و فضل الله بسیار بزرگ است و خدا میپذیره. ببینید در این زمینه این نمیشه به عنوان یک قاعده کلی و 100% در تمام موارد اینو حس بکنیم. خب اگر این باشه، خب تمام کافران میتونن گمان نیک داشته باشند به الله. این یک معیاری داره، یک زمینه خاصی رو داره برای کسانی که اهل توحیدن، برای کسانی که در واقع ایمان دارند و تثبیت من انفسهم، بر اساس یعنی تصدیق ایمانشون در واقع هست. این رو الله متعال و چون که در قلبشون ایمان دارند و عملشون بر اساس ایمانشون هست و این عمل بر اساس قرآن و سنت هست، اینو الله متعال در واقع میپرسد. این معنی حسن ظن به الله متعال هست، یعنی این که ما به دستورات الله متعال عمل بکنیم، اوامرش رو انجام بدهیم، نواهیش رو در واقع از اون پرهیز بکنیم، باز هم ایمان ما در بین خوف و رجا باشه، در بین خوف و رجا باشه. یعنی اعمال رو انجام دادیم، باز هم یعنی میترسیم از این که مبادا الله متعال این رو در واقع رد نکنه، از ما در واقع قبول نکند. یعنی هم یعنی ترس از الله متعال داشته باشیم، هم امید به الله متعال داشته باشیم. این گونه که انسان کلا از الله متعال بترسد که ناامید بشود، اینم پسندیده نیست. این گونه انسان امیدوار الله متعال باشد که دست به هر گناهی بزند، این هم در واقع پسندیده نیست. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در این زمینه میگه اگر بگویند که تمام مردم جهنمی اند، یکیشون نجات پیدا میکنه، من میگم من اون یک نفرم. سبحان الله. اگر بگن تمام مردم بهشتی اند، یک نفر به جهنم میره، میترسم که یک نفر من هم نباشم. پس بنابراین بر اساس ایمان و اعتقاد و تبلور این ایمان و اعتقاد در عمل، شما امیدوار رحمت الله متعال باشید، دستورات الله متعال رو انجام دادید، الان حسن ظن دارید به الله متعال که الله متعال اعمال خیر شما رو قبول میکند، گناهانتون رو میبخشد. با توجه به ایمانی که در قلب دارید، الله متعال این رو در واقع از شما میپذیرد. با توجه به این که وقتم ظاهرا داره به پایان میرسه، یک مورد دیگر رو که من میخوام اشاره بکنم، اون یک قاعده دیگر هست که نشانه فضل الله متعال هست. شاید که مردم تصور بکنند وقتی که الله متعال یک نیکی رو 10 برابر قبول میکند یا 700 برابر قبول میکند یا اضافه میکند، شاید گناه هم این گونه باشد.
شاید گناه هم این گونه باشد. اما این نشان فضل الله متعال هست که نیکی ها و بدی ها رو به یک گونه حساب نمی کنند. هر نیکی من جاء بالحسنة فله 10 امثالها در سوره انعام، هر کسی که نیکی رو انجام بدهد 10 برابر هست. ادامه این آیه خیلی جالب هست، و من جاء بالسیئة فلا یجزى الا مثلها. عجیب. اما کسانی که گناه بکنند فقط همون یک گناه به اونها میرسد و هم لا یظلمون، الله متعال بر اونها ستمی رو در واقع قرار نمیدهد. این در آیه قرآن است که در آیات مشابه هم این مطلب در واقع ذکر شده. روایتی هست در صحیح بخاری از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما که روایت یک حدیث قدسی هست، یعنی این که الله متعال که رسول الله صلی الله علیه و سلم از الله متعال در واقع نقل میکنند، میگوید که ان الله کتب الحسنات والسیئات، الله متعال نیکی ها را و بدی ها را نزد خودش در واقع نوشته. اینا مقدر هست برای در پیش الله متعال. میگه فمن هم بحسنه فلم یعملها کتبها الله له عنده حسنه کامله. یک قاعده هست، هر کسی که تصمیم کار خیری را بگیرد اما اون را انجام ندهد، بنابر عذر اون را انجام نداد، این مساوی هست با یک نیکی. نه این که نیکی رو انجام بدهد، نداده اصلا انجام نداده. الله متعال میفهمه و من جاء بالحسنة فله 10 امثالها، هر کسی که نیکی انجام بدهد 10 برابر الله متعال قبول میکنه. و اگر انجام ندهد، و اگر انجام ندهد به اندازه همون گناه در واقع، یعنی گناه رو که انجام بدهد 1 برابر نوشته می شود، نیکی را تصمیم بگیرد و انجام ندهد 1 برابر در واقع نوشته می شود. این به عنوان یک قاعده هست که هر کسی که تصمیم به یک کار خیری بگیرد، انسان همیشه اگر نمیتواند کار خیری رو انجام بدهد، حداقل این انگیزه رو داشته باشد، این نیت رو داشته باشد و همیشه در ذهنش باشد اگر من پولی دستم بیاد فلان کار رو میکنم، و تصمیم بگیرد که نمیدونم الان میرم به طرف مسجد 2 رکعت نماز میخونم، یا هر کاری رو که انسان میخواد تصمیم بگیرد ولو این که نتواند و در واقع موفق نشود که انجامش بدهد، این رو الله متعال یک نیکی برای اون در واقع حساب میکند. و این هو هم بها فعملها کتبها الله له عنده 10 حسنات. اگر تصمیم گرفت و انجامش داد، اضافه بر این الله متعال این رو 10 نیکی کامل برایش مینویسد. اما در مقابلش چی؟ فین هو هم بها، در مورد سیئه میگوید که الله در ادامه این روایت اومده که الله متعال هر نیکی رو، همون چیزی رو در قرآن اومده بود، در حدیث دیگری هم اومده بود که الله متعال 700 برابر این رو در واقع اضافه میکند و بزرگش میکند. و در ادامه اومده و من هم بسیئه فلم یعملها کتبها الله له عنده حسنه کامله. هر کسی که تصمیم کار بدی رو بگیرد و انجامش ندهد، الله متعال این 1 حسنه کامل می‌نویسد. ببینید چه اندازه مهمه. اگر تصمیم کار خیری بگیرد و انجامش ندهد 1 نیکی، اگر انجامش داد حداقل 10 نیکی، 700 و اضافه بر اون در واقع میرسد. اما اگر کسی تصمیم به گناهی گرفت و نه تنها این که با نیت گناه الله متعال انسان رو مؤاخذه نمی کند و بنابر دلیل این گناه رو دوباره انجام نداد، بازم این 1 نیکی هست. یعنی این که اگر زمینه گناه برای کسی فراهم شد و گناه انجام نداد، این خودش یک عمل خیر هست، فضل واقعا بزرگی هست. داستان اون 3 نفری که در غار در واقع گرفتار شده بودند، یکی از اون 3 نفر گفت پروردگار موقعیت زنا برای من فراهم شده بود، اما من به خاطر ترس از تو من این عمل رو انجام ندادم. الله متعال به خاطر همین عملش، یعنی به خاطر اجتناب از معصیت الله متعال، میبینیم که الله متعال در واقع انسان رو باز هم مغفرت میکنه. این نشانه فضل الله متعال است. وقتی ما میگیم که الله متعال ذوالفضل العظیم هست، معنیش این هست و مصادیق بسیار دیگری در این مورد هم وجود دارد، اما مهمترین مصادیقش برای مؤمنان در واقع این هست. و تمامی انسان ها قبلا هم عرض کردم که مشمول رحمت الله متعال و مشمول در واقع فضل الله متعال هستند. تمامی نعمت‌های ریز و درشتی رو، ظاهری و باطنی رو که الله متعال به مسلمان و کافر داده، تمام اینها نشانه فضل الله متعال هست. اما الله متعال نسبت به مؤمنان این فضلی رو دارد که من خدمت شما با توجه به آیات و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم عرض کردم. تشکر جناب مولانا صاحب. تقریبا در دقیقه پایانی برنامه قرار داریم. یک سوال دیگری هم که در ذهن من خطور می‌کردی بود که یعنی انسان در مقابل فضل و انعام الهی آیا میتونه که فقط با تکرار عبارت ما الحمدلله همه چیز از فضل خداوند است، حق فضل و حق نعمت ادا بکنه؟ این حد اقلش هست.
حداقل یعنی تشکر از الله متعال، سپاسگزاری این است که با زبان ما حمد و سپاس الله متعال رو در واقع به جا بیاوریم. اما یعنی اون چیزی که در شریعت اسلامی بیشتر به آن تاکید شده در عمل هست که ما در عمل نشان بدیم. من یک مثال کوچیکی رو با توجه به ضیق وقت عرض میکنم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که بدن انسان 360 تا مفصل و بند دارد و در مقابل هر یعنی مفصلی انسان باید یک صدقه رو در واقع بدهد، یعنی به عنوان تشکر باشه از الله متعال، در مقابل فضل الله متعال انسان سپاسگزاری بکند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر کسی بعد از نماز فجر یا بعد از طلوع آفتاب 2 رکعت نماز ضحی را بخواند برای همه کفایت میکند. یعنی با 2 رکعت نماز ضحی یا نماز اشراق در واقع گفته می شود شما در واقع فضل الله متعال را در واقع که در بدن شما هست و این مفاصلی که الله متعال به شما عنایت کرده گویا که شکر این نعمت رو شما به جا آورید. چه فضل بزرگه. در پایان برنامه جناب مولانا جهان سپاس امتنان از شما دارم و از تک تک بیننده های عزیز و گرامی که تا این لحظه با ما بودن. تا دیدار آینده و برنامه آینده همه شما را به پناه الله متعال می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.